تقریبا تمام عمر خود سپری کردم، اما امروز این ترفنده را یاد گرفتم. کمی کریم دندان داخل دیگ بزن، بعد کمی مایع ظرفشویی و بیکینگ سودا اضافه کو. در آخر سرکه بریز و بانش چند دقیقه واکنش نشان بده. با تکه پاکش کو، دیگه غذا تا 1 سال هم نخواد چسبید. مایع ظرفشویی را همراه اسپرایت میکس کو، روی اجاق گاز چرب بپاش و همراه دستمال پاکش کو، برق میزنه. اسپرایت را با سرکه سفید میکس کو، روی شیشه حمام بپاش، دیگه نه بخار میگیره نه چرک. کمی کریم دندان را با اسپرایت مخلوط کو، روی نل آهنی بپاش، با دستمال پاک کو، مثل نو میتلخشه. حتی اگه بغل ظرفشویی پوپنک زده، کمی صابون را همراه اسپرایت مخلوط کو و رویش بپاش، زردی و پوپنک ها کاملا پاک میشن. لایک یادت نره. برای پاک کردن طلا دیگه به طلا فروشی نرو. رویش فقط کمی نمک بپاش، مایع ظرفشویی و سرکه سفید اضافه کو، بان تا حل شوه، بعد همراه آب پاک بشویش و با دستمال خشکش کو. طلاها مثل روز اول نو میشه. راست بگو چقدر طلا داری؟ 1 قاشق بوره را داخل چای جوش بریز، کمی سرکه و آب گرم اضافه کو و بانش بجوشه. بعد از 20 دقیقه آب را خالی کو، میبینی که داخل چای جوش پاک و براق شده.